یک واقع‌گرا باشید. به اعتقاد وینتروپ به عدد کوچک فکر کنید، هم در میزان اهداف و هم در چارچوب زمانی که قصد به سرانجام رساندن و اتمام موفقیت آمیز آنها را دارید. او توصیه می‌کند که بیش از 3 هدف برنامه‌ریزی نکنید. بیشتر از این تعداد در مدت زمان گذاری 1 ساله و یا کمتر طاقت فرسا خواهد بود. وی در ادامه توضیح می‌دهد برای بسیاری از شرکت‌ها و یا افراد فکر کردن به 5 سال آینده دشوار به نظر می‌رسد. به زعم چامورو پرموزیک بلند پرواز باشید، اما نه بیش از حد. موضوع‌هایی انتخاب کنید که شما را دچار چالش و هیجان کند، اما غیر ممکن نباشد. همچنین مطمئن شوید که اهدافی را برنامه‌ریزی کرده اید که برایتان مهم بوده و با زمین شما مرتبط است. وی اضافه می‌کند اگر واقعاً قصد رسیدن به آن را دارید، پس برای ایجاد تغییر باید بسیار تلاش کنید. روی جنبه مثبت تمرکز کنید، در حالی که حداقل یکی از اهداف شما باید برای توسعه دادن نقطه ضعف شما انتخاب شود. وینتروپ نسبت به متوقف شدن توسعه فردی هشدار می‌دهد. به اعتقاد وینتروپ بیشتر اوقات ما به چیزهایی که برای بهتر شدن نیاز داریم توجه می‌کنیم، اما در عوض موضوعهایی را در نظر بگیرید که در آن مهارت دارید و هدف گذاری‌های خود را با توجه به نقاط قوت‌تان انجام دهید. برای مثال، شما نویسنده مسلطی هستید یا در میان جمع خوب صحبت می‌کنید، پس باید اهدافی را تنظیم کنید که به تقویت مهارت‌های ارائه همکارتان یا استفاده از توانایی خود در ایجاد پیشبرد تبلیغاتی کمک کند. هدف نهایی باید در جهت پیشبرد سازمان فعلی و مسیر شغلی شما باشد. تعهد خود را عمومی کنید. وقتی اهداف خود را مشخص کردید، آنها را بنویسید و با دیگران، مدیر، کارکنان همرتبه، زیر دستان مستقیم، دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید. وقتی اهدافتان را عمومی کنید، نسبت به انجامشان متعهد می‌شوید. پذیرا بودنتان باعث می‌شود که دیگران شما را فرد قابل اتکا بدانند. وینتروپ توضیح می‌دهد که روراستی به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هدف شما بر افرادی که با آنها همکاری می‌کنید تأثیر فوری داشته باشد. برای مثال، اگر هدفتان کاهش روال مدیریت ذره‌بینی مایکرومنیجینگ است، رویه مدیریت خرد مایکرومنیجینگ باشد، به تیم خود توضیح دهید که قصد تفویض اختیار بیشتری خواهید داشت. به افراد زیر دست بگویید این همان هدفی است که روی آن کار می‌کنم و تلاش می‌کنم که آن را انجام دهم. پس نسبت به نیت‌تان صراحت و رفتار آشکار داشته باشید. 4. برنامه عملی ایجاد کنید. ثابت قدم بودن. برای تحقق هر هدفی شخصی یا حرفه‌ای به استراتژی قدم به قدم احتیاج دارید. وینتروپ میگوید وقتی که عادت خوردن و تمرین ورزشی خودتان را به صورت سیستماتیک تغییر ندهید، انتظار موفقیت در کاهش وزن را نخواهید داشت. پس باید روی روش‌ها و تاکتیک‌ها فکر کنید. از خودتان این سوال را بپرسید که برای رسیدن به موفقیت این هدف به کدام اقدامات نیاز دارید. برای مثال، اگر هدف شما در ایجاد ارتباط مبتنی بر اعتماد با کارکنان زیر دست مشخص و واضح نیست، باید به رفتارهای خاصی که به شما در این راه کمک می‌کند فکر کنید. برای مثال، دعوت کردن از تک تک آنها برای صرف ناهار و بالا بردن ارتباط شخصی بیشتر با هر یک از آنها. به اعتقاد چامورو پرموزیک در صورت عدم کسب نتیجه باید برنامه دوم پلن بی داشته باشید. 5. حمایت دیگران را کسب کنید. به اعتقاد چامورو پرموزیک، شبکه حمایتی و تشویق کننده برای اینکه به هدفتان برسید ضروری به نظر می رسد. این شبکه حمایتی می تواند شامل همکاران، منتورها، افرادی که برایتان مهم هستند و یا مربی حرفه‌ای یا افراد همرتبه خارج از سازمان شما باشد. افرادی که می توانند لیست مشوق و تاثیرگذار شما باشند. شما را ترغیب کرده و انگیزه بدهند و زمانی که روحیه پایینی داشتید به افزایش آن کمک کنند. وینستروپ این نکته را هم اضافه می کند که تیم حمایتی همچنین به تقویت اهداف مهمی اتخاذ شده و مسیر شغلیتان کمک می کند. هرچه دیگران را در این روند بیشتر درگیر کنید، احتمال دستیابی شما به اهداف هدف گذاری شده بیشتر می شود.